معنی ندارد. یه رژیم جعلی پیدا شده، خوش شده باشه، یه عده یهودی را از دور جهان جمع کردن اونجا آوردن. این معنا ندارد که من میخوام با اینا بجنگم. اومده من از خونه زندگی بیرون کرده، خیلی خوب. معنا ندارد من برم بزنم یکی از اینا رو بکشم، اینا بزنن 300 شیعه بکشن. بالله والله تلا کار حرام کردم. اون حسنک نمیدونست چه غلطی کرد، من میدونم چه غلطی کرد، چقدر خون گردنشه و اونایی که پول بهش دادن. حسنک کجایی؟ حسن یعنی اون شهرونده، درسته اومده خونه تو رو غصب کرده، نمیتونی خودتو منفجر کنی 4 تا اینا رو بکشی. این میشه عملیات ارهابی. کجا شهید؟ برو بنده خدا، کجا شهید شدی؟ حرامه. غیر از این که این کارو کردی بر شیعه بدتر میشه. چیکار میکنن؟ او که دین نداره میزنه در داغون کنه. برید ببینید این چند دفعه‌ای که جنگ شده، برید ببینید چه خبر شده. پولاش هم از جای دیگه داره میره، من شما هم بدبخت و بدبخت‌تر میشیم. فلانی گفته 2 تا زن داره، من میدونم. آقازاده‌هاش هم هر کدومشون یه جایی رئیسن. بچهای خودش بفرسته بره فلسطین عملیات شهادت طلبانه بود. چرا بچه‌ها خودشون نمیفرسته؟ چرا بچهای خودشو برای دفاع نمیفرسته از اونجا؟ اینجا نسته هورت میده که برید، خودت برو. به ملا گفتن که میای بریم برای دفاع. کجا؟ گفتن فلان جا. گفت برای چی؟ مگه چه خبره؟ گفتن مجتهد بله شهر ما فتوا داده که بعد برید اونجا برای دفاع. گفت هر وقت خودشو 4 تا پسرش رفتم، من پشت سرشون میرم. ملا گفت اگه دفاعست و واجبه، خب بر همه واجبه دیگه. اول خودت برو، بچه‌هات پسرات که جوونن، تو خودت مثلا. هر وقت رفتن من والله به من گفتم آقا هر وقت فلانی رفت اسم بردم، منم پشت سرش نامردم میگه نرم. بلدم از من میاد اینقدر این کلاش پلاشونا رو بلدم راه میبرم. کجا یاد گرفتی شما؟ چیکار دارید؟ در گوانتانامو. بلدم ازم میاد. منتها آقا را بیفته من پشت سرش، تا هر جایی رفت، تا خود کنار کاخ سفیدم رفتم میرم اگه نرفتم. منتها این بیاد. این که نمیشه اینجا بشینی بگی برو عملیات شهادت طلب. آیه قرآن میفرماد زمان صدامش هم ما همینو گفتیم. منتها خب اینو بده بگیم، بد میشه. موشک زدید برای بانک رافدین. موشک عقل داره که بخوره به بانک. خونه‌های اطراف خراب نشد. من میدونم اونجا چه خبره. خود اینایی که برگشتن تعریف کردن که با تفنگای مادون فلان زدیم، بهش دیدیم یه زن بدبخت ساعت 2 اومده یه ذره آب برداره ببره برای 2 تا بچه یتیم بشه. اون فقط حرارتیه نشون میده، نمیگه کیه. ما فکر کردیم داعشیه زدیم، زن بعد کشت. موشکه که عقل و شعور نداره میزنه. این که نمیشه بزنی. قرآن میفرماد فمن اعتدا علیکم یا ومن فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. ای کسی به شما بله تعدی و تجاوز کرد، شما به او، یعنی کسی شما رو کش، شما او را بکشید، نه زن بچه‌شو. تو موشک دلت خوشم میزنی، کجا میزنی؟ قرآن میخوای عمل کنی؟ من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، یعنی بر اون من اعتدا به مثل ما اعتدا علیکم، نه بر زن و بچه‌ش که میزن بزن. تو هم میشی مثل اونا. اینا عرضم به خدمتتون. نگی یه رقم، بخوای بگی چه عرض کنم. شما وظیفتون تقلید از مجتهده. اگر یقین کردید، خود آقایون در رساله هاشون قدیما می‌نوشتن که اگر مقلدی اگر یه جایی یقین کرد که مرجع تقلیدش در فلان مسئله اشتباه میکنه، خود آقایون خودشون میگفتن این آقا جایز نیست از من مرجع تقلیدش تقلید کنه تو اون مسئله. واضح هم هست، خودشون هم میگفتن اگه یقین کردید، اگه تونستید یقین کنید، جایز نی تقلید. بنده خدا اینا که حساب کتابش معلومه. بعدش هم مجتهد جامع و شرایط. انگار اصلا این خود مجتهد جامع و شرایط نفهمیدیم یعنی چه.